سویچ مخفی ماشینتو خودت ببند. ساده ترین و بهترین روشیه که تا حالا توی عمرت شنیدی. نیاز به هیچ تخصصی نداره، هیچ نماد دستگاهی هم نمیخواد، تو همه مدل ماشینا هم جواب میده. چیکار میکنیم؟ ماشین رو روشن میکنیم، اول جعبه فیوز ماشین رو در میاریم. فرق نمیکنه هر مدل ماشینی، هر جعبه فیوزی، هر جایی که هست. ببینید از یه طرف از فیوزا شروع میکنیم، دونه دونه در میاریم. ببینید توی این ماشین خاموش نشد، دوباره میزنیم سر جاش، اشکالی نداره. فیوز بعدی رو امتحان میکنیم، توی این ماشین خاموش شد. بعد چی کار میکنیم؟ جعبه فیوز رو باز میکنیم، چسبا رو باز میکنیم، این سیمی که مربوط به این فیوزه رو از وسط قیچی میکنیم. یه تیکه سیم با یه دونه کلید از الکتریکی تهیه میکنید، میزنید مابین این سیمایی که قیچی شده. نوار چسب میزنید مرتب. فرق نمیکنه ماشینتون چی باشه، جعبه فیوزش کجا باشه، هر جا بود همین کار رو انجام بدید. بعد اینکه چسب زدیم، خیلی با دقت و تمیز با یه چسب پارچه‌ای این رو مثل مدل اولش فابریکی میبندیم که سیم معلوم نباشه و مخفی باشه. اینو تا اونجایی که جا داره ادامه بدید که اصلا هیچ سیمی مشخص نباشه. بعد بسته به مدل ماشینتون و سلیقتون این سیم رو هر جایی که دوست دارید، ببینید الان هیچی معلوم نیست، ادامه میدید و کلید رو مخفی میکنید. فیوز رو میذاریم سر جاش، این روشنه، ماشین روشن نمیشه، کلید رو باز میکنیم، ماشین روشن شد. بعد از کفت رفته پیج ما رو دنبال نکنی، تمام.